آوازه‌های بسته شدن شعبه زبان‌های پامیری در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم‌ها راست بودند و این در نشست خبری روز 1 آگوست تصدیق شد. بسته شدن شعبه زبان‌های پامیری مانون اونا دولتی فعالیت علمی تحقیقی در این سمت خرج شده باشه. همه اون متخصصانی که در این شعبه بودن فوق لیسانس فعالیت دارن و از روی اون موضوعات علمی که دارن اونها کارهای علمی پژوهشی خود رو ادامه میدن. زبان‌های پامیری از زبان‌های باستانی شرق ایرانی هستند. شماره زبان‌های پامیری در تاجیکستان تا 8 عدد برآورد می‌شود. به زبان‌های شغنی، اشکاشمی، روشانی، یزغلامی، وخانی، روشروی، برتنگی و سریکولی اساساً ساکنان مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت می‌کنند. تصور غلا کوین از تصور طرف ریفزنت نیلی زور عثمان تا استیر ویفتور خوبتاج خو کنور ویوردنجود. یونسکو یا بنیاد علم و فرهنگ سازمان ملل سال 2017 10 زبان را در تاجیکستان به فهرست زبان‌های در حال نابودی وارد کرد. یکی از آنها زبان شغنی است. زبان‌های پامیری در مکتب‌ها تعلیم داده نمی‌شوند و تنها در گفتگوی مردم به کار می‌روند. زبانشناس تاجیک امید جیهانی دعوت می‌کند که آموزش زبان‌های پامیری باید ادامه یابند. در این روزها که همسایه‌های ما در ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان دسترازی به توران و تورانیان رو روزافزون کردند، وجود زبان‌های پامیری همه ایدئاهای ترک‌ها رو باطل می‌کند. ما باید این زبان‌ها را نگه داریم، باید پژوهش کنیم و در سرزمینی که این زبان‌ها گویشور دارند در مکتب‌های میانه آنها را آموزش بدهیم. این زبان‌ها بخشی از تاریخ و فرهنگ ما هستند. قانون زبان دولتی تاجیکستان دولت را وظیفه‌دار کرده از شرایط نگهداشت زبان‌های پامیری و زبان یغنابی را فراهم آورد، ولی نبودن برنامه رادیویی، تلویزیونی یا گازیتا نگرانی‌ها را درباره نابودشوی این زبان‌های قدیمی بیشتر کرده است. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی دوشنبه.